ساعت به وقت پراگ رسیده است و من آماده هستم که بینندگان عزیز برای شما سرخط خبرهای روز رو بگویم و تفصیلات مطالبی که حالا من برای شما ارائه میکنم بعد از 3 ساعت دیگر یعنی ساعت 1 به وقت پراگ در برنامه خبری پیشنهاد شما خواهد شد و امیدوارم که در برنامه و در صحبت فعلی ما را همراهی خواهید کرد که چند دقیقه ادامه میکند. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در رو به سوی روسیه قرار دارد. در این سفر 2 روزه پرزیدنت تاجیکستان را وزیر کارهای خارجی، یاردمچی پرزیدنت اوید به مسئله های رابطه های خارجی، وزیران رشد اقتصاد و سودا، مالیه، کشاورزی، معارف و علم، مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، انرژتیکا و ذخیره های آب، رئیس ولایت سوخت و دیگر شخصان رسمی همراهی میکنند. سفر امامعلی رحمان با دعوت ولادیمیر پوتین صورت میگیرد و ملاقات سران هر دو کشور فردا در نظر است. با احتمال زیاد موضوع مهاجرت در اولویت این گفتگوها قرار خواهد داشت. در برنامه خبری اوید به این موضوع و انتظاری های کارشناسان و مهاجران را از این سفر پیشنهاد شما خواهیم کرد. ضمناً در پیشروی این سفر شکایت مهاجران تاجیک از افزایش ریت‌ها در نسبت آنها زیاد شده است. از جمله صبح امروز یک گروه مهاجران با فرستادن نوار در این باره برای رادیوی آزادی نقل کردند. اگر برنامه خبری را تماشا کنید این نوار را در جریان برنامه خواهید دید. و بازم در موضوع مهاجرت، آغاز موسم مهاجرت و وعده‌های بالا خانه‌داری شرکت‌های نقلیاتی در تاجیکستان، انتقال مهاجران با اتوبوس به 5 منطقه روسیه دیگر باره براه مانده شد. مسئولان برای مسافران سفری بدون مشکل و خدمات درجه عالی را وعده میدهند. این هم در حالی است تجربه سال پیش نشان داد که بعضی از مسافران درباره مشکلات سفر با اتوبوس زیاد شکایت کرده و حتی ویدیوهای هم در این باره در شبکه‌های اجتماعی نشر شده بودند. مسئولان برای حل نقصان‌ها چه کارهایی را انجام دادند در برنامه امروز خبری بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر برایتان گزارش را در این باره پیشنهاد خواهیم کرد. قرار است یکی از بازارهای بزرگ مسئله ساختمانی در شهر دوشنبه جلجم به جای دیگر کوچانیده شود. صاحبکاران و دکانداران این بازار الکی در این باره آگاه شدند. مکان نوی این بازار در کجا خواهد بود و صاحبکاران را چی منتظر است و چرا بازار کهنه تخریب کرده می شود؟ همکاران ما تلاش خواهند کرد که در برنامه خبری به این سوال ها پاسخ بگویند، ولی باید تاکید کرد که بازار فعلی جلجم از سال 2003 در قسمت غربی دوشنبه عمل کرده. در آن تقریبا 3000 نفر فعالیت میکنند. اکنون در دادگاه پاسخ میگوید. پرونده جوانی که به لطوکوب بیرحمانه یک دختر در مرکز شهر دوشنبه متهم است و ویدیویش در شبکه‌های اجتماعی بحث تندی را به وجود آورده بود به دادگاه ارسال شد. نواری لطوکوب این دختر در دوشنبه شب 1 مارس از طرف کاربران فیسبوک نشر گردید. در نوار دیده میشد که یک جوان دختری را از باردون ماشین پایین آورده لطوکوب میکند و باز دوباره با ماشین زورن سوار میکند. در پهلوی او دستی کم 4 جوان دیگر ایستادند. نوار جانب راهگذاری ثبت شده بود و در آن سر و صدای دختر هم خوب شنیده میشد. ملکه صاحب نظر و دختری 23 ساله‌ای که روز 1 مارس از جانب دوست پسرش طوری بعداً معلوم شد خورشید عزیزов شدیداً لطوکوب گشت. 3 روز بعد این حادثه در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که خودش گناهکار بود و اصلا نمیخواد که عزیزов برای این حادثه پشت پنجره برود. با عاشق به اطلاع دستاراز چه جزا تهدید میکند در برنامه خبری برایتان معلومات میدیم و بینندگان عزیز البته چند خبر دیگر نیز هست که کوشش میکنیم تا شروع برنامه جزئیات آن را پیدا کرده و برای شما در این باره خبر بدیم و امیدوارم که شما ما را بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر در همین جا در آزادی ویدیو در پخش مستقیم تماشا میکنید و همچنین www.azadi.org وبسایت رادیو آزادی است که پخش مستقیم برنامه در اونجا نیز پیشنهاد میشود. اگر تا اون لحظه ویدیو دارید یا عکس دارید خبری دارید که میخواهید ما رو پیگیری کنیم لطفاً با رادیو آزادی بفرستید. تا ملاقات بعدی.